اصطلاح اون روزیا مصدر من بود. عرض نکردیم آقا جنگ کازرون بود. جنگ ممسنی بود. من بودم و 40-50 تا تفنگچی. حالا این تفنگچی ها چه وضع مفلوکی داشتن بمونه. به قول ناپلئون یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر میتونه به جنگ تا با 1000 سرباز گرسنه. در حالی که محاصره شده بودیم یک مرتبه بارون گلوله شروع شد. من اولین کاری که کردم خودم از اسب انداختم پایین. بعدش دست انداختم کمر نمیدونم کی بود، مثل این که قاسم بود یا یکی دیگه، گرفتم کشیدم پایین. خود ما بودیم آقا. اگه جسارت نباشه عرض میکنیم جنگ کازرون بود. حالا هر جهنمی بود میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ خیلی خوب آقا، ما اصلا هیچی نمیفهمیم، ما اصلا لا شدیم. این ابلهو که کاشکی دستم شکسته بود و نجاتش نمیدادم از اسب کشیدم پایین. حالا وضع چیه؟ خدا میدونه. چند نفر از افراد من تیر خورده بودن. به بقیه دستور دادم برن پشت تخت سنگا موضع بگیرن. از طرز حمله و تیراندازی دشمن بلافاصله فهمیدم که با دار و دسته خدادادخان یاغی طرف هستم. همون خدادادخان یاغی معروف، نوکر قدیمی انگلیسا. عرض کردیم آقا جنگ کازرون بود. خفه شو. گفتم باید به هر ترتیبی کلک خدادادخانو بکنم. این اشرار تا وقتی رئیسشون زنده است جسورن. همچی که رئیسشون کشته شد فرار میکنه. سینه مال خودمو رسوندم تا اون نوک کوه، اون بالا. کلا پوستی سرم بود. نه کلا رو از سرم برداشتم، زدم سر سرنیزه و تفنگو بردم بالا. عرض نکردیم آقا تو جنگ ممسنی شما کلا سرتان نبود. تو جنگ کازرون که سوار از جولا میدادین کلاپوستون رو گم کردین. نه یعنی تیر خورد. جنگ ممسنی شما اصلا کلاپوستی نداشتین. مثل این که حق با قاسمه. بفرمون. اصلا همون جنگ کازرون بود. یعنی اوایل جنگ کازرون بود. بله بفرمایید. من فقط این فکر تو کلم بود که خدادادخانو بزنم. همچی که کلاپوستو زدم سر سرنیزه و تفنگو بردم بالا، خدادادخان که تیرانداز تراز اول بود سرشو از پشت تخت سنگا آورد بالا. حالا منم و مولای متقیان رو یاد کردم و نفسم حبس شد. دنبال پیشونی خدادادخان میگشتم. یه دفعه صورتشو از دور دیده بودم. چشما مثل کاسه خون، ابروهای پهن، وسط دوتا ابروشو نشونه گرفتم و خفشو مردی که بی اصل و نسب در ناکسان را برافراشتن و زیشان امید بهی داشتن سر رشته خیش گم کردن است، به جیب اندرون مار پروردن است. قاسم
خان داداش شما اشتباه میکنید. خان داداش خواهش میکنم برگردید. تو اتفاقم شده خواهش میکنم برگردید. شما چرا ناراحت شدید؟ خان داداش خواهش میکنم برگردید. چی شده؟ چه خبره ها؟ بریم خونه. بریم مردی که با این ناپل آن بریم. چی شده؟ آبرو برش نمیدارم. به من کار میزنه. یادن چی شده؟ خانم خواهش میکنم چیز مهمی نیست. تو تفاهم شده. خانم ها و آقایون، حالا هر کی بود راستیشو بگه. کی بود وسط صحبت آقا تیر در کرد؟ هرچی باشه برادر بزرگتر ماست. الهی من پیش مرگت بشم تو گذشت کن. یک جنگ کازرونی بهش نشون بدم که هست کنه. برای من شعر سر نو کسان را برافراشتن میخونه. یک ناپلئونی بسازم که 7 ناپلئون از بغلش در بیاد. حول و اضطراب شروع عشق هنوز در قلب من فروکش نکرده بود که وحشت جنگ روی باغ بزرگ خانه سایه انداخت. اون شب در سکوت دیوانه کننده باغ همه حتی گلها و درختها در انتظار جنگی بودند بی‌رحم‌تر از جنگ عالمگیر اول، جنگ آقا جان و دایی جان ناپلئون. آن سالها هنوز آب لوله کشی نبود. هر ماه یک شب میراب باشی آب را به خانه ما میانداخت و ما از راه جوی‌هایی که در باغ بود حوضها و آب انبارها را پر می‌کردیم. آب از کوچه اول وارد حوض حیاط خانه دایی جان ناپلئون میشد و از آنجا به خانه ما میآمد. مشقاسم به دستور دایی جان روی جوی آب در محلی که وارد خانه ما میشد سدی ساخت و خودش مثل یک مأمور شجاع به نگهبانی ایستاد. قطع آب خانه ما برابر بود با قطع آب خانه دایی جان سرهنگ، زیرا آب از خانه ما به آب انبار آنها میرفت. در این دعوا بیچاره دایی جان سرهنگ که گلها و درختهای باغچه‌اش داشت فدای اختلاف آقا جان و دایی جان میشد. مشقاسم بچه‌ها کجا هستن؟ امروز نیومدن با؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ راستش ما نباید با شما حرف بزنیم. چرا؟ مگه نمیبینی ما قراولیم. مشقاسم لیلی هم نیومد؟ والا ما چیزی نمیدانیم، اما میشه که آقا به لیلی خانم گفته باشن که حق نداره پاشو از خانه بیرون بگذاره. چرا مشقاسم؟ شما دیشب خانه آقای سرهنگ مگه نبودی؟ بابام جان مگه ندیدی چی شد؟ دایی جون خیلی عصبانی شدن؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ ما از صبح تا حالا خدا آقا رو به چشم خودمان ندیدیم، اما صداش از اتاق با گوش خودمان شنیدیم. پنداری شیر زخمی. یعنی بابام جان حقم دارن آقا. وقتی صحبت از جنگ کازرون میشه وسطش اونجوری بشه. حالا اگه جنگ ممسنی بود باز یه چیزی، ولی وقتی صحبت از جنگ کازرون میشه شوخی بردار نیم. ما خودمان به چشم خودمان دیدیم آقا چه کارا کرد. این امن و امانی که الان توی ولایت هست از برکت آقاست. خدا زندش بذاره. وقتی سوار اسب کهرش میشد و تو میدان جنگ شمشیر به دست میتاخت پنداری شیر نر میآمد. ما خودمان که از قشون خودمان بودیم زهل تلک میشدیم، چه برسه به دشمن. حالا مشقاسم خیال میکنی دیشب این صدا؟ آره بابام جان خودش بود. اصلا دروغ چرا؟ تا قبل ما به گوش خودمان نشنیدیم، یعنی شنیدیم اما حواسمان پهلوی حرفای آقا بود و تیر و تفنگ. ما قبلا از این صداها زیاد شنیدیم، یک صداییه که وسط توپ و تیر و تفنگ هم به گوش میرسه، اما این دفعه آقا با گوش خودش شنید. یعنی راستش وقتی با آقا برمیگشتیم خانه این پوری آقا هم خیلی فساد و فتنه کرد. مگه پوری هم با شما اومد خونه دایی جون؟ آره بابام جان تا در خانه آمد، یعنی تو هم آمد. هم زیر گوش آقا میگفت که با آقا بی احترامی شده.
آخه چرا مشقاسم؟ مگه پوری چه فایده ای میبره که بین دایی جون و آقا جون جنگ و جدال بشه؟ والا بابام جان اگه از ما میپرسی این پوری آقا خاطر لیلی